سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو در مورد کار ارواحه و ترفندیه که مثلا بتونید بدون دمج خوردن، بدون هیل بتونید کار ارواح تکمیل بکنید. مأموریت مشخصه. اگه مکان زیزی بوندا رو باید بکشیم، اصلا هم سخت نیست. بریم با هم اینو انجامش بدیم. خب دوستان، برای این کار که مأموریتاتون راحت بیفته شما باید لیگتون رو پایین بگیرید. مثلا لیگ برای مثلا رد 4 تا 5 مثلا لیگ نقره، ببخشید لیگ نقره نه، لیگ برنز 3 و 4 مثلا خوبه. بالاتر از این نباید برن. بالاتر از این برن بهشون فشار میاد و ماموریت خیلی سختی برشون میندازه و بهتره نسبت به سطحتون لیگتون رو تنظیم کنید و ماموریت سخت براتون نندازه. و استارت میزنیم. آقا اینجا دوتا روح گرگ ما گرفتیم، اصلا دیگه نیاز نیست مثلا اینجا حرکتی بکنیم. زیاد کار خاصی نداره کار اربا. اگه لیگتون پایین باشه به نظرم لیگتون رو بالا نبرین که اصلا ارزش نداره کار اربا، ولی تست های بیابان مثلا مناسبه لیگ اونو ببرید بالا، خیلی به سمت تره تا بیاین کار اربا. کار اربا مثلا نهایت بهتون منابع رتبه بندیتون رو بده و منابع خاصی داخلش نیست. من این لباسه رو آوردم، سطح طرحش یکه، به دردم نمیخوره. سر این آوردیم اینجا دمج بخوریم که حتی دمج خاصی نمیخوریم اینجا. نهایت یکی دو تا ضربه اینا گرگا همشونو میزنن، اصلا نیازی نیست و یه ماموریت مفت و 45 تا سکه خیلی راحت به دست میاریم بدون نیازی که اصلا کاری انجام بدیم. لینک گپ تلگراممون هم داخل پست، بزنید داخل کانال من، اونجا داخل پست شما میتونید وارد گپ تلگرام بشید. اونجا میتونید از بچه‌ها سوال بپرسید، کسایی که هستن فعالن اما آماده پاسخگویی هستن، چه ادمینان چه پلیرهای دیگه. هر کس بلد باشه به شما جواب میده و شما پاسخ همه چیتون رو دریافت میکنید. دوستان تو اتاق سوم رفتیم. همین تو جریان باشید که هر دو تا اتاقی که میرید اتاق سومش باز هست. حالا مثلا باز این بود، الان مثلا اگه من مثلا لیگم مثلا طلایی 1 بود، مثلا این باسه مثلا 4 میلیون شما مثلا دمشش 400,000 تا و خیلی سخته به نظر من نسبت به ردتون. و اگه میخواید حالا ارتقا پیدا بکنید برید رده های بالاتر، مشکل نیست که لیگتون رو ارتقا بدید، ولی خب چون من میخوام راحت باشه ماموریت رو انجام بدم و کار هر روز زیاد اهمیتی نمیدم، خیلی راحت ماموریت رو تکمیل میکنم و یعنی یه دونه 45 تا سکه مفت خیلی راحت میگیرم. ابلیات رو هم که درست مثلا بچینید اینجوری اصلا دمیجی نمیخوره. باید سعی کنید پا به پای گروگاتون برید که دیگه اصلا دمیجی دریافت نکنید. خب کلا اینا دارن راحت میکشن، اصلا نیاز نیست ما کاری انجام بدیم. پای پای گروگاتون حرکت بکنید. اصلا نیاز به نظر من اصلا نیاز به تیکمون هم نیست. حالا مثلا چرا مثلا یه تیکم بیارید که مثلا از ابیلیتی بومشاتی که به زودی قراره به ما بده از اون استفاده بکنیم که زیزی بونده رو خیلی راحت‌تر بکشیم و اذیت نشیم. خب اینجا ابیلیتی اتک اسپید رو میگیریم، تیرکمانمون سریع‌تر بشه. برای اینکه یه کاری انجام بدیم یه چند تا اینجا تیرول بدیم قسمت زیزی بونده تا بیکار نشیم که حال نمیده. دوباره مجدد تکرار بکنم که لینک چپ تلگرام داخل پسته، بزن داخل کانال من قسمت پست، قسمت کامنت هم QR کدش هست هم لینکش داخل قسمت نظرات هست. شما میتونید اونجا داخل چپ تلگرام عضو بشی و هر سوالی که داشتید بپرسید.
گارو اروا کلن همینه. ابیلیتیتون رو درست بنویسید موفقی، ابیلیتی رو درست ننوشید نداشته باشید خیلی دشوار میشه، اصلا نمیتونید حرکت بکنید. اصلا نگاه کن، اصلا جمعیتشون رو نگاه کن، اصلا نگاه دارن بهمون دمیج میزنن. حالا مثلا 7 تا نهایت، حالا سطح طرح لباس من 1 شه، این سطح چی بود مثلا 4 تا دمیج میدادن، اصلا دمیج خاصی بهمون نمیدادن. اگه دوست دارید که مثلا ویدیو لوت درست حسابی مثلا بدون اصلا دمیج نخورید، اصلا دمیج نخورید، یعنی که اصلا بدون اصلا فایل، یک نیکل بزنین، یک آهن بزنین، اینجور چیزا داخل قسمت نظرات. اگه نظرتون رو ببینم خیلی خوشحال میشم که ببینم اینو بذارم یا نذارم. آهن خیلی نیاز میشه سر همون، بعضی موقع باید برید یه بار آهن لوت بزنید. دوستان همینجور داری که مشاهده میکنه اصلا بدون دمیج خوردن خیلی راحت، دمیج خاصی اصلا دمیج میخوریم و بلکه دمیج خاصی نمیخوریم اونجوری که بخوایم وان شات بشیم. مثلا اگه لول 10 بیاد اینجا مثلا زنده میاد بیرون، زیاد چیز خاصی نیست، فقط ابیلیتی. بعضیا دیدم لیگشون رو میبرن بالا و اصلا ارزش نداره، لیگاتون اصلا بالا نبرید. هزینه‌ای که اعمال میکنید برای ست و لباس و این چیزا به چیزایی که هدر میدین اصلا نمیصرفه داخل رتبه بندی بگیرید و خیلی سخته. لیگ به بالاتر دیگه اصلا نمیتونید بالا برید. قابل بالا رفتن هست ولی خب هزینه زیادی ازتون میگیره و اصلا ارزش نداره شما بخواید لیگتون رو بالا ببرید. اگه میخواید لیگتون رو بالا ببرید داخل تست های بیابان، اونجا لیگتون رو بالا ببرید و اصلا گارو اروا ارزشش رو نداره و ماموریت رو راحت انجام میدیم و یه 45 سکه میگیریم و اگه اشتباه نکنم یه دونه وسیله تیغدار قرار به ما بده که 20% یا 30% ضربه به راهزنان داره و این خیلی خوبه. یعنی شما میتونید راهزنای معدن آهن رو بزنید وان شات بکنید و این خیلی خوبه، خیلی سوده که آقا 300 تا هم دوامش اگه اشتباه نکنم و شما میتونید معدن آهن با قشنگ میتونید باش 1200 تا قشنگ میتونید با اون آهن بزنید بدون اصلا نیاز سلاحی که هزینه بکنید نه چیز. امیدوارم که باس آخر الان اینو میزنیم، باس آخر اسمام میشه، خیلی راحت میزنیم میکشیم دیگه. ما دنبال رتبه بندی نیستیم که آقا بخوایم بریم لیگ بالاتر. بله ماموریت ما تکمیل شد، خیلی راحت تکمیل رو میزنیم و تموم میشه. باز میکنیم. این C4 هاتون رو نگه دارید بچه‌ها، باهاشون که الکل بی‌نهایت مثلا مبادله بکنید. هر 5 تا C4 یه دونه الکل میشه و واقعا ارزش داره، شما از این نگذرید. خیلی خوب. و دوستان این بود از این ویدیو، خیلی ممنون که تا آخر دیدید. دوستان شما